امروز میخوایم برگردیم به دوران سگا و یکی از کلاسیک ترین بازی‌های آرکید و سگا رو بررسی کنیم. سانست رایدرز، یه بازی وسترن اکشن که هنوزه بعد 30 سال طرفدار داره و فنای خیلی زیادی داره. اولین بار تو آرکید عرضه شد و بعد برای کنسول سگا جنسیس پورت شد. داستان بازی تو دوران غرب وحشی اتفاق میفته و شما نقشه یک کابوی یا کلانتر رو دارید که باید خرابکارها و باندهای خطرناک رو شکار کنید. شاید ساده به نظر بیاد، ولی ترکیب تیراندازی، پلتفرمینگ و همکاری چند نفره باعث شده یه تجربه فوق‌العاده داشته باشی و یکی از بهترین گیم‌های سگا جنسیسه از نظر من. یکی از جذابیت‌های اصلی بازی صحنه‌های اکشن و تنوع دشمن هاست. میتونی تک نفره بازی کنی یا با دوستت همکاری داشته باشی و هر دو سعی میکنید مراحل رو سریع و با کمترین ضرر رد کنید. موزیک و گرافیک وسترنی بازی حتی امروز هم حس نوستالژیک و سرگرم کننده ای داره. به شدت خفن. صحنه‌های تیراندازی، پرش‌ها و لحظات انفجاری بازی خیلی ها رو یاد دوران آرکید و سگا میندازه. هر مرحله یه شخصیت و باند خاص داره و هر دفعه که بازی میکنی یه تجربه متفاوت و باس فایت ها و افراد متفاوتی رو میبینی. برای کسانی که عاشق وسترن بازی و شاهکارهایی مثل ردد ردمپشن رو پلی دادن، میتونن این بازی ابر شاهکار سگا جنسیس رو هم تجربه کنن. سانست رایدرز یه تجربه فوق‌العاده است. پس دفعه بعد که دنبال یه بازی کلاسیک و سرگرم کننده هستی، حتما سانست رایدرز رو امتحان کن. این بازی نه تنها خاطرهای قدیمی رو زنده میکنه، بلکه هنوز هم ارزش پلی دادن داره. و یه نکته جالب دیگه هم که این گیم داره، هر کابویی که انتخاب میکنی سرعت و تیراندازیش فرق داره. مثلا بعضیا سریع ترین ولی تیرهاشون ضعیف تره، بعضیا کندن ولی تیرهاشون دقیق تره. پس هر بازی و هر شخصیت، هر کرکتر یه چیز متفاوتی داره. یکیش یک کابوی آبی رنگه و یکیش یک کابوی صورتیه که با تیرهای 5 تایی و شاید هم زیادتر، حالا احتمال میدیم که 5 تایی، ولی اون یکی وسترنه با یه 7 تیر و تکی شلیک میکنه. این دوتا کرکتر کلا دنیا و زندگی جدایی دارن از هم. یه نکته جالب دیگه راجع به این گیم، این اولین بازی بود که تو سگا سیستم کوآپ داشت، یعنی 4 نفره رو به این سبک اکشن آوردن. تصور کن تو 3 تا دوستت همه با هم تو غرب وحشی با دشمنا میجنگن و این برای اون زمانی که اصلا کوآپ نبود و باید 4 تا دسته وصل کردی و این کنترلرها رو وصل میکردی به سگا جنسیس و کوآپ پلی میدادی. البته این گیم فکر کنم یه نسخه دیگه هم داره که اون کوآپ داره، یعنی یه نسخه اصلی که الان راجبش حرف میزنیم کلا 2 تا کرکتر داره و نمیشه کوآپ بازی کرد. ولی فکر کنم نسخه دیگهش حتی شاید هم ریمستر هم داره. فکر میکنم این نسخه یه نسخه ریمستر دیگه هم داره. Amigo, thanks young cowboy for riding along with us until now. Don't forget to hit that sub.